به نام خداوند بخشنده و مهربان. و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و ارجمند. به امید قبول طاعت‌ها، قبول روزه ماه رمضان و ختمه های قرآن. چون این سوالی به ما رسیده که شخص عصبی پیرانسالی و یا بیماری روزه‌اش را گرفتن نتواند، حکمش چیست؟ باید چه کند؟ بینندگان ارجمند، شریعت اسلامی شریعتی است که وضع و حالت بندگان را به اینابت گرفته وابسته به هر حالت احکام خاص تشریع یعنی قانونگذاری نموده است. احکامی که برای شخصان مخصوص دارای حالتهای مخصوص به مقصد آسانی مثل صورت این مسئله تشریع میشوند رخصت‌های شرعی نام دارند. خداوند به شخصان بیمار، البته بیمارانی که امیدی صحت شدنشان نباشد و یا به شخصانی که به پیرانسالی رسیدند و توان روزه داشتن را ندارند اجازه داده است تا روزه خود را بخورند و در عوض هر یک روز رمضان یک شخص محتاج را طعام دهند. پرداخت این مقدار غذا از جانب چنین شخصان در اصطلاح فقهی فدیه صوم نام دارد. دلیل این مسئله چیست؟ این مسئله در قرآن عظیم ذکر کرده است. خداوند عزوجل در سوره بقره در آن آیات هایی که روزه‌داری را فرض گردانیده است در ادامه آن می‌فرماید و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، و برای کسانی که طاقت روزه داشتن را ندارند و روزه‌شان را می‌خورند در عوض هر روز میباید فدیه یعنی به مسکینان طعام بدهند. امام بخاری از عبدالله بن عباس روایت کرده است که ایشان در تفسیر این آیت گفتند هو للشیخ الكبیر والمرأة الكبیرة لا يستطيعان ان يصوما فيطعمان عن كل يوم مسکینا، یعنی این حکم یعنی روزه را خوردن و در عوض هر روز فدیه دادن برای پیرمرد و پیرزنی است که روزه داشتن نمیتوانند. آنها روزه خود را میخورند و در عوض هر روز مسکینی را طعام میدهند. این نظر از حضرت علی رضی الله عنه و اینچنین از عبدالله بن عمر نیز روایت شده است. امام ابو نصر اقطع در شرح قدوری گفته است واتفق السلف على ان المراد بالآیه الشیخ الفانی. سلف یعنی پیشینیان اسلام بر این اتفاق نظر دارند که مقصد از این آیت پیرمرد ناتوان است. در نقایه امون مختصر الوقایه تالیف عبیدالله مسعود آمده است و شیخ فان عجز عن الصوم افطر و اطعم لكل یوم مسکینا كالفطرة. و پیرمرد ناتوان اگر از روزه‌داری عاجز باشد روزه‌اش را می‌خورد، برای هر روز یک مسکین را به مقدار صدقه فطر طعام می‌دهد. در مختصر اشرف علی طحاوی نیز آمده است والفدیة ان یعطی مسکینا نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعیر او یعطی قیمته او یطعم لكل یوم مسکینا واحدا غداء و عشاء. یعنی فدیه عبارت از این است که در بدل هر روز رمضان به یک مسکین نیم صاع که برابر با 1900 گرم است گندم و یا یک صاع یعنی 3800 گرم جو و یا خرما و یا به قیمت این چیزها پول نقد به مسکین دهد و یا در عوض هر یک روز یک مسکین را غذای سحر و بیگاه طعام دهد. در بیان مقدار صاع یعنی پیمانه مکتب‌های فقهی نظرهای گوناگون دارند. مقدار مذکور بر اساس گفته علامه فقیه وحدت زهیلی در دانشنامه فقه اسلامی و گفته سابق مفتی حلب علامه ابراهیم سلقینی در کتاب خود الفقه الاسلامی آمده است. وقتی پرداخت فدیه کدام وقت است؟ شخص فدیه دهنده اختیار دارد در اولی رمضان پرداخت کند و یا در میانه رمضان یا در اخیر رمضان. فدیه باید به چه کسانی داده شود؟ دوستان گرامی، فدیه نیز همچون زکات به شخصانی که مصرف زکاتند یعنی محتاجان و بینوایان و این شرط که از والدین و از فرزندان شخص فدیه دهنده نباشند داده می شود. عدد شرط نیست که حتما به 30 نفر طعام دهد، بلکه می تواند 30 قسمت طعام را به عددهای گوناگون دهد. امام طحطاوی در حاشیه خود بر مراق الفلاح گفته است ولا یشترط فی المدفوع الیه العدد. در پرداخت فدیه عدد فقیران شرط نیست. بنابراین شخص فدیه دهنده می تواند 30 نفر فقیر را در بدل هر روز رمضانش یا 15 نفر را 2 روز و یا 1 نفر را 3 روز و یا به هر صورتی که می‌خواهد طعام دهد. مهم در عوض هر روز رمضان که روزه آن را خورده است یک طعام و یا قیمت آن را نرخ آن را به مسکین پرداخت نماید. اگر پس از عجز و ناتوانی یا پس از بیماری دوباره شخص قدرت پیدا کند چی می شود؟ چون این نفران اگر بعد از این رخصتی شرعی را استفاده نمودن یعنی روزه را خوردن و فدیه دادن باز صحت شوند و بر روزه داشتن قدرت و توانایی پیدا نمایند طبق مذهب حنفی آن فدیه کافی نیست، بلکه می باید دوباره روزه خود را قضا دارند. امام ابن عابدین در رد المحتار گفته است و متى قدر قضا ای الفانی الذي افطر و فدا. پیرمرد ناتوانی که روزه‌اش را خورده
و فدیه پرداخت نموده است. اگر توانی روزه داشتن را دوباره پیدا کند میباید روزه‌اش را قضایی دارد. اگر توانی فدیه دادن نداشته باشد چی؟ اگر شخصی که از سبب پیرانسالی و یا بیماری روزه داشتن نتواند ولی بالای این باز فقیر و بینوا باشد، توانی فدیه دادن هم نداشته باشد، فدیه از ذمه او ساقط می‌گردد و فقیهان گفتند در عوض پرداخت فدیه از خداوند عزوجل استغفار یعنی طلب آمرزش می‌کنند. امام شرنبلالی در مراقی الفلاح گفته است فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله تعالی و یستقیله. یعنی اگر شخص ناتوانی که روزه اش را نگرفته است به فدیه دادن هم قادر نباشد، از خداوند متعال طلب مغفرت می‌کند، عفو و گذشت می‌پرسد به امید قبول همه طاعت‌های رمضانی.